تصور کن چیزی را با چشمان خودت ببینی. کاملا مطمئن باشی که درست است، اما در واقع مغزت تو را فریب داده باشد. مغز انسان یکی از پیچیده ترین ساختارهای جهان است، اما با وجود قدرت باور نکردنی گاهی اوقات به راحتی فریب می‌خورد. از خطای دید تا خاطراتی که هرگز اتفاق نیفتادند، تا تصمیم‌هایی که فکر می‌کنی منطقی هستند اما نیستند. امروز می‌خواهیم کشف کنیم مغز انسان چطور فریب می‌خورد، چرا این اتفاق می‌افتد و آیا می‌توانیم جلوی آن را بگیریم؟ فریب دیداری. بیایید از ساده ترین فریب شروع کنیم. چشم‌ها. چشم‌ها فقط نور را دریافت می‌کنند. این مغز است که تصویر را می‌سازد. مغز همیشه تلاش می‌کند سریع ترین تفسیر را انجام دهد، نه دقیق ترین. مثال: گاهی دو رنگ کاملا یکسان هستند، اما مغز آنها را متفاوت می‌بیند. چرا؟ چون مغز همیشه محیط اطراف را هم در نظر می‌گیرد. سایه‌ها، نور، فاصله، پس زمینه. مغز برای زنده ماندن تکامل یافته، نه برای دیدن واقعیت مطلق. در طبیعت سرعت مهمتر از دقت بود. اگر مغز دیر تشخیص میداد این یک شیره است، شاید انسان زنده نمیماند. پس مغز یاد گرفت سریع تصمیم بگیرد، حتی اگر گاهی اشتباه کند. فریب حافظه. بیشتر مردم فکر میکنن حافظه مثل دوربین است، اما حقیقت این است حافظه بیشتر شبیه داستان است. هر بار که خاطره ای را به یاد میآوری، مغز آن را دوباره میسازد. مثال واقعی علمی. در آزمایش‌های روانشناسی به افراد عکس‌هایی نشان داده شد که هرگز در کودکی نگرفته بودند، اما بعد از مدتی بعضی از آنها باور کردند که این خاطرات واقعی است. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون حافظه از چند بخش ساخته می‌شود: احساسات، اطلاعات ناقص، تخیل، تجربه قبلی. مغز اینها را با هم ترکیب می‌کند. به همین دلیل شاهدان عینی همیشه دقیق نیستند، چون حافظه ثابت نیست، بلکه زنده و قابل تغییر است. سوگیری‌های ذهنی. حالا برسیم به یکی از خطرناکترین فریب‌های مغز: سوگیری‌های ذهنی. مغز برای سریع تصمیم گرفتن از میانبر استفاده می‌کند. این میانبرها همیشه درست نیستند. Confirmation bias. ما چیزهایی را می‌بینیم که باور داریم. مثال: اگر فکر کنیم کسی آدم بدی است، کارهای خوب او را کمتر می‌بینیم. Anchoring bias. اولین اطلاعاتی که میشنویم روی تصمیم ما اثر میگذارد. مثال: اگر اول قیمت $1000 را ببینی، بعد $500 ارزان به نظر میرسد. Fear bias. مغز خطر را بزرگتر از واقعیت میبیند. چرا؟ چون در گذشته ترس باعث زنده ماندن میشد. احساسات و تصمیم گیری. وقتی احساسات قوی میشوند، منطق ضعیفتر میشود. در مغز بخش احساسات سریعتر از بخش منطق کار می کند. مثلا وقتی عصبانی هستی، تصمیم‌های سریع و اشتباه می‌گیری. وقتی می‌ترسی، خطر را بزرگتر می‌بینی. مثال واقعی: مردم وقتی می‌ترسند، بیشتر اخبار منفی را باور می‌کنند. آیا می‌توانیم جلوی فریب مغز را بگیریم؟ کاملاً نه، اما می‌توانیم کمتر فریب بخوریم. راه‌ها: قبل از تصمیم مهم صبر کن. اطلاعات را از چند منبع بررسی کن. وقتی احساسات قوی است، تصمیم نگیر. سوال بپرس: آیا مطمئن هستم؟ مغز انسان فوق‌العاده است، اما کامل نیست. گاهی ما واقعیت را نمی‌بینیم، بلکه چیزی را می‌بینیم که مغزمان ساخته. و شاید مهمترین سوال این باشد: چند درصد از چیزی که می‌بینیم واقعاً حقیقت است؟ اگر این ویدیو را دوست داشتی، سابسکرایب کن و در کامنت بنویس: آیا تا حالا مغزت تو را فریب داده؟